شاید اگه از خیلی از ایرانی‌ها بپرسید، هانده ارچل رو یکی از زیباترین بازیگرای ترکیه بدونن. ارچل در سال 2018 به عنوان 7مین زن زیبای جهان شناخته شد و در کشور ترکیه و آذربایجان هم بارها توی لیست زیباترین زنان و دختر شایسته دیده شده. هانده که توی سریال عشق حرفالیش نمیشه خیلی خوب درخشید، این روزا حواشی زیادی داره. روی دکمه عضویت بزنید و در ادامه با ما همراه باشید. اپیدمی لاغری و صورت‌های چند ضلعی حتی دست از سر بازیگرای زیبا هم بر نمی‌داره. چهره معصوم هانده باعث شده بود به راحتی توی دل خیلی‌ها جا باز کنه. اما به تازگی هانده با چهره‌ای دیده شده که طرفداراش رو به شدت شوکه کرده. تغییر چهره و وزن کم کردن محسوس هانده باعث شد خیلی‌ها فکر کنن که هانده به خاطر مرگ مادرش ناراحته. مادر ارچل که در سال 2019 و همین اواخر بعد از مبارزه با بیماری سرطان درگذشت، جایگاه ویژه‌ای توی زندگی ارچل داشت، تا جایی که بعد از مرگش مدت‌ها طول کشید تا ارچل بتونه به زندگی عادی برگرده و همین باعث شده بود بقیه فکر کنن که این تغییر چهره ناگهانی هانده ارچل به دلیل مرگ مادرش بوده. اما گفته میشه ارچل برای وزن کم کردن رژیم سختی گرفته، به طوری که شاید روزانه حدود 500 کالری مصرف میکنه. رژیمی که اگه اصولی رعایت نشه تبعات زیادی از جمله لاغری عصبی و معده تحریک پذیر داره. اما هانده برای اینکه چال گونه‌اش از دو سمت صورتش قابل مشاهده باشه و صورتش زاویه دار بشه، حدود 10 کیلو وزن کم کرده. هانده حتی برای گردیده نشدن صورتش دست به گریمای خاصی میزنه و موهاش رو روی صورتش میندازه، سبکی که خیلی از کره‌ای‌ها برای پوشوندن گردی صورتشون استفاده میکنن. طبق شنیده‌ها هانده ارچل عمل زیبایی فک انجام داده تا صورتش رو به شکلی که الان هست دراره. طرفدارای هانده با وجود اینکه همه جوره طرفدارش باقی موندن، اما خیلی از تغییر چهره هانده شاکی و ناراحتن و به گفته اونا هانده جذابیت خودش رو از دست داده. عده‌ای هم میگن هانده با تغییر چهرهش شباهت زیادی به سفدا ارجینگی پیدا کرده. طرفداراش معتقدن لاغری زیاد هانده باعث شده چهرهش پیرتر به نظر برسه و چین و چروک به صورتش بیفته. سوال اینجاست که اگه یه بازیگر به خاطر یه استایل خاص جذابیت ویژه‌ای بین بازیگرا رو پیدا کرده، چرا یه دفعه به فکر تغییر چهره میفته؟ شاید بازیگرا با این کارا میخوان نشون بدن که محبوبیت یه بازیگر به هنر و بازیشه و نه استایل و ظاهر. شاید هم ما داریم سوار یه موج از ظاهرگرایی میشیم که پرداختن بهش ما رو از اصل زندگی و مفهومی که با دیدن فیلم‌ها باید به عنوان ارزش به زندگیمون اضافه بشه غافل میشیم. در هر حال اون چیزی که واضحه اینه که سبک زندگیمون رو خودمون باید بسازیم و اینکه اگه یه چهره کاری رو انجام بده دلیلی بر درستی انجام اون کار نیست.